خلاص میخواهیم که دخترتان جانان را با پسرمان سواش آیله دار کنیم. تو از من خیلی بلندی ولی من خاکم. جانان در کجا بودی؟ از هر این جانب تو را جستجو میکنم. تو با من چی کار داری؟ تینجی است، چرا در غضبی؟ غضبناک نیستم. برای یگان جا رفتن از تو اجازت گیرم؟ نه، لیکن باید خبر دهی. برای آنکه این مکان جای کاری است و من همچون راهبر به کارگرها مسئول هستم. جناب هالدو، اگر با اوشانه زیر بیاید بسیار خوب می شود، وگرنه وضعیت در اینجا خوب نیست. چه جای بودن اینجا برایم اهمیتی ندارد و تو باز عموما از من مسئول نیست. جانان آرام شو. آرام شو؟ تو چی میگویی؟ اینجا چه گپ است؟ این چه صدای بلند جانان؟ شما هر دو با چی حد به حیات من دخالت میکنید؟ در حق من قرار میدهید؟ پدر، آیا من حیات ندارم؟ آیا فکر و عقیده خود را ندارم؟ بس است! بس است! روید همه از پس کار شوید. روید. سواش ای بچه چی شد؟ 2 دقیقه صحبت کنیم. مایلش گپ زن. گپ میزنیم اما در کجا؟ به حجره من گذر. رفتیم. اکا همین گل رو نمیگیرید؟ گل آخرانی منم. برای دوست داشتم اکا. اگر این رو بگیرید با شما یک سرود میخونم. ای برادر خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست نداری بیا. ای دوست بیا، دوست بیا، دوست بیا، پرسیدن دوستی خود هر روز بیا. پرسیدن دوستی خود عیبه نبود، هر ساعت و هر لحظه و هر روز بیا. ایاز، این ایاز چه خیلی اینطور می شود. نام مادرش شیرین، نام پدرش باشد حمزه، اما جای تولدش دیگر است، نسبش دیگر است. این چه خیلی می شود. آهای در اینجا چی شد؟ تینجی است؟ این چی؟ یگون چیز نفهمیدم. من هم نفهمیدم گل. لیکن نباید این طور شود. چی گپ شد؟ یک دقیقه ایستا. در این چی سیری هست؟ با من هم بگو. اون چیز که نمی شود میگویی. گل با فکرم دادرم رو یافتم. چی؟ اینها با چی کار مشغولند؟ طریق در دست ماست. ها، اینقدر پول را پرداخت کرده نمیتواند. اگر یگان آدمی از خودش هم ابله‌تر را پیدا کند شاید آن وقت پرداخت کند. هالدون، زنش، دخترش و پسرش زیر نظارت مایند. اینطور نگویید. این وظیفه ماست. فهمو خبر نمیدهم. خوب، هرچه فرمایید همان خوب شده. ابله به عقل. گل، ایاز شنگول احتمال دادری من باشد.
اما من قریب بود که دادرم رو میکشتم. خدایا باور نمیکنم. فرهاد چی شد با تو؟ آیسته تر با دقت رو. مغز سرم میکفت. احتمال این تصادف باشد فرهاد. نامش ایاز، مادرش شیرین، پدرش باشد حمزه. این چه خیلی تصادف میشود گل؟ رفته از دوره محل خانه ها پرسان شد که با یک نام و نامی پدر و مادر چقدر آدم ها می باشند. تو زاده کرد اما وای از او شک است. این را نیز فکر کن. نه شاید تصادفی نباشد. من به این باوری ندارم. تو چگونه یک رو هستی؟ باز مرا یک رو میگویی. یک روی چی گل؟ تو مرا عموما نمیفهمی. مگر میدونی که سالهای دراز درون من پر از فکر و غم بود. طول 10 سال از هر شب یک خواب رو میبینم. خواهر و دادرم و مادرم رو با آغوش گرفته گریه میکنم. 10 سال باز همین طور است. وقتی از خواب بیدار میشوم امیدواریم دوچند میشود و گریه میکنم. از آن خواب هرگز بیدار شدن نمیخواستم. آیا میدونی که این چگونه حسیات است؟ من ذره ناامیدی نکشیدم. اگر ناامید میشدم خود را میپراندم. فهمیدم. مرا ببخش مرا. اصلا تو مرا ببخش. رفته. سقای شاد بخیر باشد ها؟ خیر؟ پسندت نامد؟ معقول شد اما در کدام قنات این پرنده زهر را پنهان کرده باشی مرا خواطر میکنه. لیکن اینش را در یاد نداشتم. اوف مرا خواطر میکنی. این نوبت در حقیقت با تو احسن میگویم. مرا غالب شدی. آن دستی که مرا غالب میشود میبوسم. اما این غالبیت را جشن گیر، وگرنه پس از یک چند روز تو را عذاب خواهم داد. در هر قدمی گذاشته مانع میشوم تا آن وقتی که تو را از این دایره کار بیرون کردن دوام میدهم. دیدی کشاد و روشن بیان کردم. در کجای دلم تا حال آن انقلابگر ارزی هستی دارد. اگر سخت عصبی شوم بیرق را بالا میکنم و حسین ماهر اولش جنگ میکند گفته تو را لد میکنم. تنها در خوابت میبینی. اگر از دستت عملی درست آید، اگر در هر غالبیت من پرنده بیاری، با درون قفس بودم خیر خوش کنی بسیار خوب می شود. برای آن که من با سرت خم بنیت در زمین خواهد شد. ایاز آن نفری در برد بوده، آن جوان مرد نوتارس دلیر. اگر عقل داشته باشی او را احتیاط کن. خیر تو چی گفتن میخواهی؟ ایاز را از دستم میگیری؟ همه یک خصوصیت دارد هلدو. از من همین قدر است. حالا میبینیم که اول شده زمین را میبوسد. میبینیم دکتران ایاز اومد. او ایاز استو با کجا میروی؟ باید با او صحبت کنم گل. ایاز شاید دادری من باشد. اگر نباشد چی؟ آیا فراموش کردی که تو دیروز یکدیگر رو کشتنی بودید؟ تو مرا هیچ نمیفهمی گل. میفهمم. باور کن که میفهمم. اگر دادرت نباشد سالهایی که تو همه رو پنهان میکردی عیان خواهد شد. سرپوش میشود و کلیج باشد تو را نابود میکند. آرزوی کردت و حساب و کتابت همه به زمین یکسان میشود. همه این رو فکر کن.
ҳақ ҳастӣ. ман бояд ба офис равам. худатро эҳтиёт бикун. майлаш. او این چه تصادفی زیبا. با قهرمان حقیقی تندر واخوردن شرف است. تبریک. کاری خوب کردی شیر باشه. روزهای زیاد می شود که تو را تعقیب میکنم. کارهای اجرا کردت اعلی است. اعلی. و تو شخصی هستی که جستجویت میکنم. بسیار خوب. پس جستجو را دوام دهید. برای چی؟ آخر تو در نزدم ایستادی. 5 مراتبه درآمدت را زیاد میکنم. با پدرم هم چنین تکلیف را نکردم. لیکن تو به این سزاوار هستی. ها؟ شاید تو بسیارتر میخواهی. من زید نیستم. به شخصی که نابود شدن شرکتی ما را میخواهد و با هر راه کارگرانش را از آن خود کردن میخواهد، تنها جوابی رد را میدهم. به شما روزی خوش. ایاز ایستا. با فکری من خطا کرده ایستاده ای. برای آنکه آن شخصی در حقش گپ زدی من بعد تمام بازی هایش را در بالای تو میسازد. در دنیا یگان رئیس برای خاطر کارگرش شرکتش را نابود کردن نمیخواهد. این را در خاطرت نگاه دار. خود را در کجا آورده میکنی؟ این را نقص فکر کن. ها؟ لازم نیست. همه چیز و هر کس به اصلی خود برمیگردد. از کوچه آمدم، ذره ترس ندارم. اگر لازم آید باز به اونجا برمیگردم. ولی تو چی؟ تو به جای آمدت برگشته میتونی؟ این را هم فکر کن. احمق، جوانی احمق. حالا با کی صحبت میکنی نمیدانی. لیکن مشکل نیست. با تو نیست میآموزانم. Ayaz Gulyu. آنی که نسبش را عوض کرد و تا لحظه مرگش کی بودنش را پنهان میکند منم. چه خیل به دختری صاحبی جندن انشاءات، به صاحب جمال، به سربلند، به زیباترین دختری دنیا خواستگارم میگفتم. بگو با کدام حق؟ و باز یک دین هم ندارم، کلبه‌ای ندارم، زیستگاهی ندارم و باز آنی که در خانه اجاره نشین است منم. و چطور میتوانستم گویم که به دخترتون خواستگارم؟ بگو با کدام حق؟ اون شام بسیار غمگین شدم. با فکرم کمی سر و سیمه شدیم یا یگان خطا کردیم که من نمیدانم. کاش که جوانها رو تنها میگذاشتیم. همین طور نیست. نمیدانم، اما در موضوع این اویلا دورشدی کمی خواطر هستم. ها، من هم با مانند تو فکر میکنم. جانان و سبش با یک دیگر مناسب هستند یا نه؟ پورا امین نیستم. باز گفته ما کلان ها مهم نیست. در اصل فکر جوان ها برایمان مهم است. همین طور نیست. من فکر کردم که نه جانم، شاید ما خطا کرده باشیم. حتی جنابی هالدون یا اینکه جنابی کلیچ هم احتمالی خطا کردن رو دارن. با فکر من این همه رو با وقت گذاریم. با گذشتن وقت شاید همش خوب شود، قراری خوب دهند. همین طور نیست؟ خدایا مادرم رو بینید. جانان کمی صحبت کنیم. التماس، من شما رو تنها میگذارم. با جناب سلامی مرا رسانید حتما. تشکر. روزی خوش. روزی خوش. برای رد نکردن تشکر. چی حال داری؟ چه خیلی که میبینید. میدانم غمگین هستی و تو رو بسیار خوب میفهمم. در حقیقت میفهمید؟ باور ندارم. نه، در حقیقت میفهمم. چی بودن احترام نکردن رو بسیار خوب میدانم. از طرف دیگر شخص حتی حل کردن تقدیر رو نیز میدانم. آن شام برای سبش غمگین نشدم، چون که من نمیدونستم که شما از این کار خبردار نیستید و مانع نشدم. غمگین شدم. شاید به من باور نمیکنید، اما حقیقت است. میدونی که به من هم اویدی آن شام یگان چیز نگفتند.
شاید این عادتی بدی کلیج از تاثیر کارش باشد. اگر مرا خبردار میکردم اون وقت این صحبت رو پیش از اون شامی شرمندگی میکرده. این چنین فرصت پرسیدن در دل یگان شخص دیگر رو داری و نه به دست میآوردم. داری؟ میفهمم و احترام میکنم، زیاد احترام میکنم. برای چی؟ برای آن که اون چیزی که من نتوانستم تو کردی، سرخم نکردی، مستحکم ایستادی. شغل شدنم در کار همان را به من نشان دادی. با تو تشکر نگویم، قرضدار میشوم. شاید بیرون از این مسئله میتوانیم که دوست شویم. چی فکر داری؟ میخواستم که همین رو بگویم، دیگر یگان نیت نداشتم. مادر، شما چگونه انسان عجیب هستید؟ عجیب؟ باز چی شد؟ آیا شما نمیخواستید که این دختری به عقل با سوش ویلادور شود؟ چرا زود فکرتان را عوض کردید؟ زود عوض نکردم. توبه، من هم نقشه خود رو دارم. البته که تو از زنها ذره فهمیش نداری. بسیار خوب می‌سرآید. خوشی خودش و نو پرنده هایم را بسیار خوب تربیت میکنند. همینطور با واسطه تو ادبش را دادیم. برای آموختن ادب از یاد کرده ایستاده است. قادر تکیهگاهی مستحکم دارد. به ژیتم تکیه میکند. آدمانی که اعضای کمیته را دزدیدند آدمانی قادر نبودند، بلکه آدمانی ژیتم بودند. به این باوری کامل دارم. تو دختر را از دست ژیتم گرفتی؟ عیناً همین خیلی. پسرم، این چه شجاعت و دلیری؟ اگر نمیتوانستی از تو اثری هم نمیماند. اما از عهده‌اش نبر آمدم، مادامی که من اینجایم موفق نشدم. شکرانه خدا. شاید شناسنامت را به دست آورده باشند. منبع تو را ناراحت میکنند. همینطور. اما گمان نمیکنم که کی بودنم را معین کردند. ایاز پسرم، اینقدر دلیری شرط نیست. فراموش نکن که برایم تو از شرکت عزیزتری. فراموش نمیکنم. تشکر. آه ایاز، این تویی؟ نمیدانم کیستی، اما تو رو سخت تزمون شدم. کاش تو رو، مادرم رو، بیاز رو یک مرتبه میدیدم. اگر دانم که صحت و سلامتت، دیگر هیچ ارمانی ندارم. الو؟ زود به اینجا بیا، کارهای مهم است. فهمو. جناب، با فکرم چیزی مهم است. ببخشید جناب، فکر کردم که شما تنهایید. بیا سواش، بیا. با خاطر تندر با ایاز صحبت داشتم تا اینکه ضیافت تشکیل کنیم. البته بسیار خوب می شود. لیکن شما شبی تعب میگفتید، چیزی میگفتید به مانند آن شود. وای کار خوب را اجرا کرد. یک چند سال پیش این شرکت را او خلاص کرده بود و حالا هم او خلاص کرد. آنقدر هم نه جناب. نه همین خیر است. باید این کار نکنیم. همین طور نه سواش؟ بله درست است جناب. تو را تبریک میکنم. جناب سواش، چی میگویی؟ معلومات ها رو اینجا جمع کردم. خوب بیرا. میبینیم که چه خطاها کرده ای جنابی ایاز. چی شد؟ گوش کنید، با فکرم خیلی مهم است. میبینیم که چه حیله و نیرنگ دارن.
تنجی از چی شد؟ من از اول میدونستم. بله، دختری اعضای کمیته رو جناب اوغور دزدید. از اول میدونسته است. برای چی به ما نگفت؟ این در زیر تاثیر اوغور چوکلک مانده است. ما این رو باید به کماندون کلیک خبر نمیدادیم. اکنون جواب ده سگ. با کماندون کلیچ نه بلکه خبر بلکه خودی دختر رو خلاص کرده می آوردم. اما آدم حالدون از من پیشتر رفتار کرده است. هنگامی به جای حادثه رفتن آدمان اوغور از حرکت مانده بودند و دختر را گرفته برده است. او را باید با دیگر رو به دست می آوردم، وگرنه این یک معما می شد و به کماندون کلیچ ضرر می رسانید و او کسی ضرر رسانیدنی باشد اول باید من را بکشد. چی میگویی؟ این چیست؟ یکی به کجا می روی؟ به نزد کماندون کلیچ. رفتیم. اگر ایاز گفتنی مرد را نخرم نابود می شوم. این کار را حتما کردم در کار. تو خطا میکنی. برای چی؟ کلیچ دهن را به خود جلب میکنی. برای همین کلیچ دهن ما با تو بهوده باور کردیم. کماندان اوغور بهوده باور کردیم ها؟ از آدمانی که در زیر دستی تو کار میکنن برای چی خودداری میکنی؟ دانسته گفتن قادر. تو حالا با من میگویی که با مانند آن زنی در درون بوده در خانه بشینم؟ همین تم؟ ها؟ دست و پایم بسته شده است. چطور من در خانه بشینم کماندان؟ چطور بشینم؟ این چیست؟ نو یافتم. اوغور بیناموز برای گوش کردن صحبت من و شما این را در حجره گذاشته است. باوری داری که او گذاشته است؟ دیگر کی میماند جناب؟ تنها از بین خود کسی گذاشته میتواند. من وقتی که به اون نزدیک شدم احتمال عملی شدن چنین کارها را میدانستم. برای به شما مانع شدن چیکاری که از دستش آید همش را اجرا میکند. انا بینید. عیناً همین خیر. لیکن چوکیلک برای این کارش جواب میدهد. مایلش تو رو چنان رفتار کن که گویا یگان واقع نشده است. خوب شده است جناب. با فکر من این جوان باوری ناک است. بله، آدمانمون را بار دیگر شناختیم. باقی مانده اش را اوغور چوکلک فکر کنند. چیزهای در آنجا بوده را بگیرند. باور کردم. خدا را شکر. خوب شد که دیدی گل، وگرنه بعدام گرفتار می شدیم. البته. ها، امروز با قوش چی با میخوری؟ فراموش نکن. نه فراموش نکردم. حالا وقت است. با جایت نگاه کرده قدم گذار، وگرنه جانت را به عذاب گرفتار میکنی. کماندان، یک دختر را در دست نگاه داشته نتوانستید. یک آدمی حلدون تمام آدمان تو را شرمنده کرد. یک آدمش. مادام همین خیل از به نتیجه اش توقت کن. بعدم به نزد من آمده گریه نکن. برای چی گریه میکنم؟ ها؟ برای چی گریه میکنم؟ نبکار. قادر در کجای خدا جزایت را دهد؟ چی میگویی؟ آمدم. باز تو بسری من بلا شدی. چی میخوایی؟ ها؟ چی میخوایی؟ پسرت نیست؟ پسرت مرد؟ خواب شد. یا این را قبول میکنی یا اینکه بلندی او میروی فهمیدی؟ بس از تو دلگیر شدم. گوش کن، من بمانند آن معلمه باید با صبر نیستم. میفهمی ها؟ بس قادر جناب خوش آمدید. تشکر. معلمه که به شما نقل کرده بودم همه طلبه هایمان دوست می‌دارند. بسیار شادم. من هم. مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. خب جناب مدیر گفتن که مکتب محکم می شود. بله،
ولی طلبه ها چی کار میکنن؟ اینقدر طلبه کم بیزوها داریم. میدانم. جناب مدیر گفته بودند که هر طلبه کم بیزوات را از دستش گرفته به اینجا آورده اید. گوش کنید. من هم به مانند شما غمگینم، اما من بعد این کار رو پیش برده نمیتوانم. قرار دادم که به دیگر ساحه گذارم. یعنی به قرار اومدید که کودک ها رو پرتافته گریزید؟ معلم بیاز التماس. دروغ است. کاری آسان رو همه میکنند. مهمش در کاری دشوار موفق شدن است. مگر این از دشواری گریختن نه؟ ما با کودکان همین خیلی نمونه میشویم. دخترم، این کار بعضی طرفا رو دارد که تو نمیدونی. این بی‌حرمتیت را برای غمخوریت میبخشم و همین را میگویم که بعضی نفران به من مانع میشوند و من مجبورم که از این کار دست کشم. اصلا در این احوال کسی نمیخواهد که مکتب را بخرد. آخر اینجا مؤسسه خیروی نیست. به تو یک پیشنهاد دارم. مادامی که اینقدر هوس داری، اگر راهبری کرده توانی، بگیر این مکتب از آن توست. در حقیقت؟ بله همینطور. اگر توانی کن. مایلش میکنم. معلم بیاز مثل کودک نشوید. نه ایستا. اگر کرده میتوانم گوید بگذار بکنم. من جدیم. غیرتت به من معقول شد. آدمانی با عقل را دوست میدارم. با تو یک ماه مهلت میدهم. خواه شریک پیدا کنی، خواه به فوند خیریه تبدیل دهی، اختیارت. ولی تنها اجاره پولی بنا را میسپاری. قرضهای معاش را نیز به تو میدهم. مرحمت. فهمم. من اجرا میکنم. ولی دان که من صاحب کار هستم. اگر در کاری مصلحت کنم، پیش از خراب شوی نقشه ها کفالت میخواهم. این یک. و دویمش، در این مدتی که دادم حل کرده نتوانی، احوال خودت خیلی وزنی میشود. همه معلمان معاش میگیرن، اما تو نمیگیری. قبول میکنم. خوش آمدی جانم. خوش باش. جانان دخترم، رفتار امروزت رو چه خیلی فهمم. برای چی در نزد همه با من این خیلی رفتار میکنی؟ گوش کن، اینجا خانه پدرت. چه خیلی که به خودت موافق است رفتار کن، اما آنجا جای کاری است. برای چی در نزد همه این طور رفتار میکنی؟ من چیزی رو نفهمیدم. سلامت باشید پدر، من خوبم. جانان. بله در خانه پدر، اما در جای کار رئیس هستید. اما این نه در خانه و نه در کارخانه صاحب من بودنتان رو نشان نمیدهد. کسی صاحب کسی نیست. جانان دخترم درست میگویی. خدا بخشد من کیستم که صاحب تو شوم. من به خودم خیر ندارم. من بعضی سخنها را حتی به خودم گفته نمیتوانم. سالهای دراز بعضی چیزها هست که در دهانم مانده است. حیات به مانند فکر کردن نیست دخترم. دنیا است، دنیای بی‌وفا. هر روز به نزدمون آمده هر بلا را به ما روا میبیند دخترم. مرا بیهوده گم نزنان دخترم. نخود من با دخترم زید باشم. برای چی به خود ضرر رسانم؟ برای چی به سینه‌ام کار زنم؟ اما مجبور میکنن. تو را با تو زخمدار میکنن دخترم. زخمهای در دل داشتم حساب ندارم. زخمهایی هستند که مرهم ندارند. زخمهایی هستند که نو خشک شدند. آنها به حسابند. من برای فهمیدن تو کوشش میکنم، لیکن تو هم مرا بفهم. اقلا برای این قدرش رو خواهش کردن حق دارم. دخترم این طبق رو برای چی تیار میکنی؟ برای ایاس. ای من چگونه زنی بی عقلم. یک دقیقه ایست. من از کجا دانم؟ فکر کردم که بمانندی هر وقت به خانه می آید. شربت میوه هم هست. این رو نیز بیمون خوراک خالی رو نخورد. ایست.
انا این رو بیمان با اون سلامی مرا رسون با اشتباهی تو. مادر شما خوب هستید؟ چی شد؟ تو هم به همه چیز دخالت نکن. من هم یگان چیز رو میدونم. خیر شد فهمیدم. فکر کردم که تب دارید. تب ندارم. سلامت هستم. ایاز من جانون. ایاز در رو میکشویی. خوراک آوردم. ما باید صحبت کنیم. ممکن است که ضروری. هیچ سخنی نمانده است. من همه گپهایم رو گفتم. اما من تو قول نگفتم. تو به مانند پدرم گپهایت رو میگویی و ترک کرده میروی. به شخصی در نزدت بوده حقی گپ زدن رو نمیدی. این ناحقی است. چیزهایی هست که باید به تو گویم. خوب بگو. تشکر. اون روز من آخر ایاز لابای جنوب پسرم تیار شو دیر کردیم. خوب میایم. زود باش. باید روم بعد صحبت میکنیم. با قفایت نگاه نکن. آینه رو تاب ده. حجت های جندان این شد. چراغ رو در نگیران. بعدا از نظر میگذرانی. این حجت با من چی فایده دارد؟ تمامی معلومات های مخفی در آنجا قید شده است. درآمد و برآمد پول، معلومات شخصی کاربرها، البته چیزی فایده آوری هست. گوش کن. برای چی بر ضد هلدون با من یاری میدهی نمیدانم، اما انیق با او چی مشکلی داری؟ لیکن این مرا علاقه نمی کند. با من یاری بزرگ در کار است. میفهمی یاری بزرگ چیزی باشد که بسری هلدون بزنم. مثلا چی؟ مثلا ایاز. با من کله ایاز رو بیار. برای چی جناب هلدون جیغ زد؟ آیا یگان ضیافت است؟ نه، در نزدش یک کارگر دارد. ایاز بود که بود، او به ما معلومات میداده است. او را بکش تا ایاز شنگول را نابود نکنم. هلدون را از پا غلطانده نمیتوانم. کاری ناممکن نیست. البته یگان راه دیگری حل هست. نیست نگفتم. آن به ناموس چنان چسبیده است که تا جراحی نکنی نمیشود. یا از ریشه‌اش میکنی یا اینکه خشک میکنی. خطا میکنی. من قاتل نیستم. با این خطایی حقیقت رو پیدا نخواهی کرد. فهما. اگر من میکنم گفته باشم البته آدمی میکردگی را پیدا میکنم. مشکلی نیست. تو چی کار میکنی؟ ای بچه چی کار میکنی؟ اوشت در کجاست؟ جناب اوزر کمی مانده شدم. همین را بر وقتر نمیگویی. ماشین را باز دار. زفر تو را. پسرم خواب نکردنت را بر وقتر نمیگویی. بیهوده ما را شهید میکردی. هیچ غم نیست. کمی استراحت کن. 10 ثانیه باشد هم فایده دارد. ببخشید جناب. احترام رو یک تو گذار. خواب کن گفتم. تشکر. ایاز رو انتظار هست جانان.
من باشم هالدون رو انتظار هستم. تو ایاز رو انتظار هستی، من هالدون رو. تقدیر ما زنها همین بوده است شکرکه. با خانم اسرا صحبت کرده. جانان و سبش به یکدیگر مناسب نیستن گفتن. آنها از همدیگر فرق دارن گفتن. چی؟ با خدا که همین خیلی گفتن. باز مناسبتی که با پدرت کردی احسن گفتن. تو دمی که در دل تو دیگر شخص هست، کسی از نام تو نه به کلیج دهن و نه به دیگر کس وعده نخواهد داد. این قشلاقی بودن پدرت رو نشان میدهد. در این خانه یک پیش خدمت نداری، اما در باغچه گوسفندها رو چرانده. باز به آنها آخور بکن و کم باشد با یک چوپان بگیر. هر چی بود گوش کن جانم. در وقت کودکی تو و جوانی من بین یکدیگر بسیار نافهمی ها شده گذشت و حالا باشد خدا میداند من طرفی تو هستم. به فکر من تو از ایاز دست نکش و عشقت صاحب شد دختر. چه زمین؟ از کجا این دوست داری ایاز رو فهمیدی؟ دخترم، ما هم از عشق و محبت کمی فهمیش داریم. در وقتش من هم با پدرت همین خیلی عاشق بودم. اون روزها عجایب بود. می آیند. هالدون، خوش آمده. خوش باشه. ایاز یکی از مدیران مهم ما. میدانیم. جناب اگر خواهید ما بایگید به میزی دیگر بشینیم. اکا؟ اکای فرهاد. اکا؟ ایاز دادرم، خدا را هزاران بار شکر. اکا، من شما رو خیلی جستم اکای فرهاد، خیلی جستم. خدایا باوریم نمیاد. ایاز تو رو یافتم تو رو دادرم. فرهاد؟ هالدون؟ اینها پسران همدن؟ هیچ گپ نیست زفر. کی ما جدا نشسته بودیم؟ بله شینه. یگید چی شد؟ از خواب بیدار شدی؟ بله جناب، خوبم. بسیار خوب. ایاز چیزی رو درک کرده است. خواستیم اویدی اون صحبت کنیم. چی بوده است؟ آن آدمانی که دختری اعضای کمیته رو دزدیدند، گرچنده که آنها آدمان قادر پرنده باشند هم از آن مؤسسه نیستند. خیر، از کجا؟ از جیته آدمی اورچکلک. این را میدانیم. این معلومات نو نیست. ایاز، چرا نسبت شنگو است؟ دادرم است یا نیستی؟ چرا من نمیدانم؟ همین را گفتن میخواهم که وقتی از دست دو آدمی قادر دخترک را نجات دادم، یک شخص دیگر به من مانع شد. کی بوده است تو؟ نمیدانم. در روی نقاب داشت.
кӯшиш накард ки маро бикушад, лекин барои монеа шудан бисёр кӯшиш кард. баъдан ба хонае бурда маро ба курсие баст. баъдан рафт. ман шишапораеро ёфта бандро буридам ва духтаракро наҷот додам. яъне ки будани он шахс маълум нест, ҳамин-тавр? бале, бори дигар ӯро надидам, вале дидан мехоҳам. дар наздам ҳастӣ. он вақт кушта натавонистам, аммо барои чӣ намедонам. агар додарам набошӣ ҳам кушта наметавонам. намедонам барои чӣ бошад. шояд сабаб дар он аст ки номат Аяз аст. инро низ намедонам. оҳ Аяз додарам, кошки ҳоло дар ҳақиқат дар наздам мебудӣ. ту шунидӣ йигит? ин ҷавон чӣ мегӯяд? шунидам ҷаноб. ман ҳам аз будани шахси сеюм шубҳа дорам. пас чаро намеҷӯӣ, намеёб? дар ҷустуҷӯ ҳастем. бо ёрдамчиам кофтуков дорем. бо ниқоб бошад ҳам пайдо мекунем. хавотир нашавед. дароед. خانم بعضی حجت ها رو خواهش کرده بده. پیش از کار برآمدن خواستم که دسترس کنم. اوه خیرت که حجت ها رو آوردی. سلامت باش. شام بخیر. شام بخیر. کنی بینیم اون Аяз همین Аяз است. در اصل دو معما داریم هر دو. چی بود است؟ یکمش به شرکت علاقه دار است، دیگرش به تو علاقه دار است. مالیه شرکت را باید پرقوت کنیم. این چه خیلی می شود؟ از بیرون کردیت گیر. سواش پسرم تو نقد کن، من چون این کارها را نمیخوام. اصلا کاری دشوار نیست. اگر خواهید در روزهای نزدیک به شما گزارش میدهم. خوب می شود. یک نسخه برای Аяз هم آماده کن تا که او بخواند. مسئله دوم دهاتی بودنت است. این چی گفتنی گفت؟ من در انگره تولد شده در آنجا به ویا رسیدم. زبانت را آروم گذار. انگره نه بلکه انقره است. این به در کجا تولد شدنت علاقه ندارد. آدمی دغل هستی، دهانت به دشنام عادت کرده است. خود را اصلاح کن. بعدی اینقدر سن سال 8 قط شده گپ زنم. 8 قط 9 قط شده گپ نزن. با تو سخنگو میدی. همه چیز آسان میشه. این با شرکت چی علاقه دارد؟ چخیر چی علاقه دارد؟ ما چی میگوییم؟ هدف داریم. باید قله‌های بلند را فتح کنیم. در استانبول بزرگترین شویم میگویم. برای همین تو باید خود را اصلاح کنی. آقای ثاقب این درس را گرفته بود. از قیصری است، اما در مرکز استانبول مغازه گشاد. تو در حقیقت خفه شده یا؟ بچه ثاقب مخصوصا این طرف گپ میزند، خود را رکلام میکند. لیکن مردم در حقیقت این طرف گپ زدنی تو را نمیدونند. بعد تو را توتی آقای ثاقب میگویند. بعد این سین سال برای مطبوعات مواد میشوی. بین دهانی مرا نیز ویران کردی. با گفته هایم اهمیت نده. با تو معلمی سخنگوی و ایمیج میکر میدهیم. مثل بلبل گپ میزنیم. از پسری وهبی انگرلی هم نرمتر. در اصل آن معلمان را نه تنها برای جناب هلدون بلکه برای دیگر کارها هم باید بیاریم. این فکری خوب است، آفرین. راهی بهترین است. مایلش این طور باشد میرویم. میروید؟ چی؟ شما نیتی رفتن ندارید؟ ما کمی میشینیم. برای ضیافت تشکر. هیچ گپ نه، آشتان شود. آفرین شیر بچه، به من معقول شدی.
کار خوب کرده ای. همین طور دوام ده. از آن بچه احتیاط شو و مانند سگ شکاری است. تومت رو از دست نده. او را بکش تا آیاز شنگل را نابود نکنم. هلدون را از پا غلطاندن نمیتوانم. خودت را احتیاط کن. آیاز همین است؟ بله همین است. در حجتی در دست داشتم تمامی معلومات وجود دارد. ایگر گوش کن. خواهش میکنم که کار را تازه اجرا کن. فهمیدی؟ این آسان است. آسان نگو ایگر. این بیناموس از دستی دو کارمند امنیت دختر را خلاص کرده توانست باز در تنهایی کرد. باید بسیار با دقت باشی. فهمو پیش پرداخت. با قاتلانی فیلم ها مانندی دارد. شوخی کردم، مرا ببخشید. خانم نسترین خواب کرده است. تمام روز خواب کرد. باری هم داد نزد. خلاص من در اصل برای با شما صحبت کردن اومدم. با من؟ خب گذر. دیدی چطور مرا مسخره کرد؟ شما به این اهمیت ندید. او گمان میکند که به شما فشار میارد. میدانم به ناموس این کار را دوست میدارد. حالا ایست گفتش رو میکنم. آن دست رو میگیرم بعداً میبیند. دهانتان رو ویران میکنید یعنی؟ نه دهانم رو نه زبانم رو دراز میکنم. همش یک سو. لیکن همان شخصی که در نزد قلیچ بود مرا به فکر فرو برد. کدامش؟ همانی که در روبروی من بود. به من دورو دراز نگاه میکرد. آنها لختکای قلیج میباشند. شاید تو را سنجیده باشد. خودت را احتیاط کن. نمیدونم. میبینیم. با خدا که جناب قادر، من بغیر از شما کسی رو نمیشناسم. باید مکتب رو نجات دهم. همه طلبه ها کم بیزاعتن و روحی پسری رحمتیتان نیز شاد میشود. من پول ندارم. برای کم بیزاعت ها پول ندارم. آیا هلال احمر هستم؟ اما جناب قادر. دخترم گوش کن. من نو یک تندر را از دست دادم. تندر را اینها به دست آوردن. با فکر من تو رفته از اینها پول طلب کن. آن بناموس ها که از پول دولت گرفتند کمه با کم بیزاد ها دید. جانان دخترم نترس. ایاز آمد. شاید صحبت میکنید. خوش آمدی جانم. با من ده. بیرون خنک است. ایاس است. ایاس میدونم با همراهی تو آمد. من چی میگویم تو چی میگویی؟ ایاز ایاز در کجا بودی؟ تو رو انتظار شدم. باید صحبت میکردیم. خنک میخوری؟ ها؟ بیا با درون در آمده صحبت میکنیم. رفتیم. در این شب مرا ترساندی هلدون. من به قشلاقی مانندم. قشلاقی؟
نه تو از مرکزی انقره هستی؟ در سمنپزاری تولد نشدی؟ مکتب رو یک جا خوندیم و همراه رفته دیپلم گرفتیم. نه تو قشلوقی نیستی، از خودی انقره هستی. سفسطه نخوان، من این را در نظر ندارم. جانم سفسطه نخونده ایستادم، فقط کمکک دخل هستی. کمکک چی گفتگی گفت؟ یا با مانند آش کم نمک؟ شبانه مرا خندوندی هلدون. خنده نکرده بگو، من قشلوقیم. فهمون جدی هستی. جنتلمنی حقیقی هستی. گوسفندهای در باغچه بوده با زنهایشون بسیارتر غمخوری میکنن، تو باشی همه وقت خاموشی. مرا ببخشو، این حقیقت است. خلاص من قشلوقیم. یعنی از نگاهی من بینی قشلوقی اصیل هستی. اصیلش چیست؟ ندانم، از دهانم برآمد. ایپک بگو من قشلوقیم. رفته رویت رو شسته بیا. گریه نکن، اشک چشمانت را تازه کن. آیا گریه میکنی؟ نه گریه نمیکنم. با تو گفته بودم که من بعد گریه نمیکنم، تو هم گریه نکن. به این بچه های بی عقل از اشک چشمانم رو نشان دادم، چشمانم رو کور کنم بهتر است. ایاز، من با تو باشم نان و پیاز خورم هم راضی هستم، اما تو با اون گپ‌هایت دلم رو زخمی کردی، چنان رنجاندی که خودم نمیدونم من و تو چه های را از سر نگذراندیم. در خنوکی شبانه یک سیمت خورده، حتی گرسنگی امان رو همه شخصو هر دویمان درد بیمادری کشیدیم، درد یک دیگر را ملهم کرده. حالا چی طور میتوانی بگویی که ما فرق داریم؟ ها؟ وضعیت این طور نیست جانان. اگر در یگان جزیره یا در بالای کوه استقامت میکردیم گفته باید میشدم. شاید آن وقت حتی نان و پیاز هم نباشد زندگی میکردیم. اما ما در پایتختیم، در انقره، در مرکز سیاست، تجارت، بیناموسی ها و دزدی ها که بسیار میشوند زندگی میکنیم. اینجا هوای کرز یا آبی تازش دیهاتش نیست، شهر فتنه هاست. در اینجا گفته هایت ذره قدر ندارند. حقیقت؟ آیا حقیقت قدر ندارد؟ آه جانان، آه نمیفهمی. در اینجا حقیقت از زهر هم بدتر است. وقتی که حقیقت گفته قدرش کنی، همه برای نیست کردنی تو و حقیقت دست به دست میگیرن. حتی شخصی از همه نزدیکم. از همه نزدیکم هم. درست؟ من به این شاهد شدم. پدرم این طور نگو، من او را در نظر ندارم. نه، درست است، راست میگویی. اما من توب میارم ایاز بر ضد پدرم و حتی تو با او همراه باشی هم با ضدیتم دوام میدهم. آن بایگریه که تو بسیار بزرگ دیدی از آن دست میکشم. حالا میبینی. این سرودی دوست داشته پدرم بود. Aşan bilir karnıdan ardını, çeken bilir oğlun derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey, zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını,
gülün ardını. Ah Gül peder, alıp satmanın aman aman Pederi garip. aman ey. Zamanı değil, zamanı değil. Selvinin dalları boyundan uzun, yavrular gözümde bir salkım üzüm. Ölmeden görseydi aman 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 aman, o yari gözüm, o yari gözüm. Koyun kuzu kurban aman 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 ey. Olur bir zaman, olur bir zaman. جانان دخترم به نهاری بیا. نه پدر، من نهاری نمیکنم. به شما استیایتم. توبه توبه. با دختر فشار نیار هلدون. چی کار داری؟ چی خیلی مناسبت میکنی نمیفهمم. Ayaz! 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 زودتر بنماز. حاضری به نماز. Ayaz خوب هستی؟ با تو یگون چیز نشد؟ نه خاطر نشم. به جانت قصد کردنی بود. تو چی ها میگویی؟ ندیدی؟ به فکرم او مست بود. سخت ترسیدم. الو؟ ها؟ صبح بخیر جانم. نه خواب است. نه خوب نیست. تا حال خواب است. از رسیدن میترسم. فهما جانم، فهما یکتایم. آن مسئله چی شد؟ کدام مسئله؟ کور؟
پسرم، مسئله نازک، مسئله دختر. حالا هیچ گپ نیست. مشغولم. مشغول هستی ها؟ خیلی خوب. گوش کن. یا این دختر یگان دوست داشته دارد؟ نه اینطور نیست. اگر باشد هم برایم فرق ندارد. من حل میکنم پدر. به فکر من به دختر فشار میارید، دلگیر میکنید. این چی دخل دارد؟ اگر مجبور کنید کاری امکان پذیر ناممکن خواهد شد. شاید در حقیقت نمیخواهد، احتمال ندارد. تو چی میگویی؟ ها؟ او کیست که پسر کلیج دهن را نمیخواهد؟ برای چی اینقدر عصبی میشوید؟ من چی گفتم؟ من چیزی درست را گفتم. کجایش درست است؟ تو به کارهایی که عقلت نمیگیرد دخالت نکن. پسرم، این کار را یا حل میکنی یا اینکه من خود حل میکنم. راههای مرا میدانی. سواش پسرم، به فکر من دختر میخواهد یا نه، یا اینکه دوست داشته دارد یا ندارد، اینش رو عمیق کن. من به خواهش او نه، او به خواهش من نگاه کرده رفتار کند. هم مادر، شما برای چی اینقدر بسیار گپ میزنید؟ ها؟ خدایا اینها برای چی این خیل هستند؟ نه ایاز، من اون دخترانی فکر کرده نیستم. برای من خانه خود کفایه است. این ویلا، قصرها که در درونشان شخصانی دوست داشته نباشند به مانندی مزارند. من این را دیدم و تا حال میبینم. برای با تو زندگی کردن راضیم ایاز. ایاز یک روی نکن. سبب این رفتارت همه غرور و غضب است. من در خانه خراب هم راضیم که زندگی کنم. راضیم میگویم. به فکر من تو راضی نیستی. دائم قصد پدرت را در دل داری. برای بزید اون قاتلان برآمدن پول و قوه میخواهی. من تو را میفهمم، اما تو به وسوسه گرفتار نشو ایاز. التماس دلت را گوش کن. این خانه برای تو نمی شود جوان. ها؟ چی؟ با تو نمی شود. تو دیگر خانه او را جستجو کن. برای چی؟ این خانه چی کم بودی دارد؟ من حالا در اینجا میتونم زندگی کنم. اگر مجرد می بودی چیزی نمی گفتم، اما برای آن شخصی که آویله دار شده نیست این خانه نمی شود. این رو از کجا برآورده دمک؟ چه خیلی فهمیدید؟ ریشم گفت پسرم، دختران حاضرم خانه بلند آشانه، اتومبیل، ماشین جامشویی، آینه نیلگون میخواهند. به اینها نگاه نمیکند پسرم. اما اگر در حقیقت باور کنی خانه را از دست نده پسرم. اما شما یک این خیل میگویید یک آن خیل میگویید. ریشم میگوید که دوست داشته این عاشق به این سخت عاشق شده است، وگرنه این جوان ماشینش را از حرکت مانده به این خانه نگاه نمیکرد. این دختر نه در این خانه بلکه در عاقل هم ایستاده میتواند. چه خیل؟ از کجا؟ توبه توبه. تو چی به این ریشی سفید من باور نمیکنی؟ 4 دیوار چیست؟ عبارت از خاک و رنگ و آب است. تو دختری به 4 دیوار راضی بوده را یافته ای. برای آن دختر خس هم کفایه است. خانه را یک سو گذارو، آن دختر را از دست نده. دلت را وسیع کن پسرم. اما شما اولیا هستید؟ ها؟ همش رو دانستید؟ اولیا کیست؟ من کیستم؟ اولیا نیستم، اما ریشم پیر است، میداند این مرتبه وی است.
باید صحبت کنیم حالا. مسئله حیات و ممات است. فرهاد یافتم. چی رو یافتی؟ شناسنامه ایاز شنگول قلبکی است. چی؟ از آن اداره محله خانه اویدی قید ایاز طلب کردم. اول نخواستند که دهند، اما با تهدید با شرط فوش نکردن راضی شدند. شناسنامه قلبکی گرفتند. قید نام، نسب، جای و سنه تولد هست، اما اویدی پدر و مادر معلوماتی نیست. حالا به آخر نرسیده است. در آن بایگانی با نام شیرین و حمزه یگان قیدی نیست. اگر این ایاز شنگول از آسمان نفر آمده باشد، پدر و مادرش بخور شده به آسمان برآمدند. یا اینکه نام و شهرش را عوض کرده است، پدر و مادرش را ناراحت نکرده است. این همان است. این دادرم ایاز. خدایا، برای چی غمگین شدی؟ باید خرسند شدی. من کمی بود که میکشتم. با دستان خودم دادرم را کشتنی بودم. با چشمانش نگاه کردم و نتوانستم. شکر کن که خدا اجازت نداده است. پدری رحمتیت یک سخن خوبی داشت که از استادش آموخته است. اگر دادن نمیخواست، خواهش کردن را نصیب نمیکنید. راست میگویی. خدایا شکرانت میکنم. لیکن مرا ببخش که از دادرت بودنش هم باوری کامل نداریم. همه‌اش روز بر این روشن است گل. معلوم است که عوض کردند. اگر این احتمال باشد چی؟ اگر مأمور شناسنامه ایاز را خطا پر کرده باشد چی؟ این را نباید فراموش کنیم. خدایا دیوانه میشوم. التماس به من یاری ده. روز بخیر. نخیزید چینید. روز بخیر. وای برای چی میخندد؟ با درون سر و سه بار در آمد، اما نمیدونم چی شد. فرهاد، باز چی را فکر میکنی؟ چی کار میکنی؟ اگر یگان کار کردنی باشه یک جای کنیم. قادری پدرسگ ایاز را کشته نیست. چی؟ اول به من پیشنهاد کرد. من که رد کردم، قاتل کرایه گرفته است. سحر کمی بود که میکشت بیناموس. من باید ایاز را حمایت کنم. تو قادر را نظارت کن. پدر نقل کنید که شما را بفهمم. کمی پیشتر آن کلیچ افلاس از نزدتون خندکونم برآمد و اینجا در اومدم شما را به چنین حال میبینم. پدر چی گپ شد؟ جانان، به من فشار نار. آن کاغذ استعفا را در رانده پرتاف. پرتافتن نمیتوانم. من بعد در اینجا کار کردن نمیتوانم. برای خودم حیات نو را تشکیل میکنم. جانان، سفسطه نخوان. سفسطه نمیخونم. بس است. از کارهای شده خبر نداره. من میخواهم که حیاتم را برگردونم. حیاتی که اینو آن دخالت میکند نمیخواهم. حیات خودت؟ آیا من حیات دارم؟ من به خاطر تو حیاتم را فراموش کردم. برای خاطر حیات خوب داشتن از خودم را تو گلویم و افراطی غرق کردم. حالا باشد حیات من گفته مرا ترک میکنی ها؟ انا بین حیات من اینقدر بقدر است. نزدیک نشو جانان، نزدیک نشو. پدر التماس نکنید.
پدر شما هیچ کاری بد نکرده اید. نکنید. کردم از همه بدترشو کردم. طلبگار این همان است، اما این را به تو نکردن نمیتوانم. پدر چیزی که کرده باشد برای خودکشی شما نمیارزد. برای این نیست جانان، برای این نیست. تا حال مرا گناهکار میکنی. نمیبینی که کرده هایم همه بغیر حیات تو. به خاطر حیات تو پای آن کلیش بیناموس را بوسه کردم. این را کردم، پایش را بوسه کردم جانان، بوسه کردم. یک طرفی است. ای دختر چرا اینجا ایستاده ای؟ چی گپ است؟ یا خدایا، تو چی کار داری؟ در نزد ماشینت نایستادم، در راه خودم ایستادم. گم شو. خودت گم شو دیوانه. عجب دختری بوده است. همه چیز را از سر گذرانیده فهمانیده نتوانیدن چیز میدانی. من هر روز میبینم دخترم، هر ثانیه هر دقیقه میمیرم. چرا مرا نمیفهمی دخترم؟ چرا؟ جنابی ایاز، من شما را جستجو داشتم. جنابی سوش میخوام با شما واخورن. فهمو. چی گپ است؟ مرا ببخشید اکا. با دقت باش. زهرا؟ زهرا؟ بس کن جانم. گذره بنشین. مین بعد از جانان دست کش. نفهمیدم؟ میفهمانم. کشاد و روشن از جانان دست کش. میدانم که آوانی کودکیتان در یک جایگی گذشت. به همدیگر نزدیک هستید. مین بعد جانان در فاتحه من حسابیده می شود. از جانان دست کش و دیگر وا نخور. این به تو آگاهی اولین و آخرین من است. هنگامی باری دوم دلت را سخت میرنجانم. سخت پشیمان میشوی. تو کیستی نابکار؟ کیستی؟ من چی کار میکنم به تو دخل ندارد. این یک. به جانان نزدیک بودنم کاری تو نیست. این دو. اگر من به قرار آیم کسی مانع شده نمیتواند. این سه. اکنون حدت رو بدان و آدم شو. بیشرف.
چی میگویی؟ جناب سواش، یک خانم میخواهد با شما واخورد. گم شود، با هیچ کس واخوردن نمیخواهم. ببخشید، حالا جناب سواش وقت ندارند. دختری دیوانه. این راهی حل نیست پدر. من به شما مانند نیستم. من به نزد کسی سرخم نمی کنم. اگر اون کلیج باشد عموما. پدر مرا ببخشید. در اینجا کار کردن نمی توانم. مجبورم که بروم. مجبورم. ایاز دیگر بهانه نداری. کمی پیشتر با پدرم بخوردم. استعفا دادم. چی؟ به خاطر تو چیزی نیست که ترک کردن نتوانم. کمی پیش پدرم رو نیز ترک کردم. من بعد من هم به مانند تو شدم. بیکس مرا رد نکن. فالدون مانند یک دختر شده نتوانست. بار راست ایستاده نتوانستی. در حقیقت تو قشلاقی. در حقیقت چی گپ شد؟ برخیز مرا به شرکت بر. مادر خوب است در شرکت چی کار میکنید؟ با سواش صحبت میکنم تا که از جانم دست نکشد. مادر شما مگر عقلتان را خورده اید؟ تا حاضر میگفتید که جانم با ایاز اویله دور شود. حالا باشد تو هم گرنگ شدی ها؟ حالا ایست میبینی که من به چی کارها قادر هستم. عقلت نمیگیری. مایل شما روید من میآیم. زود روید من میآیم. باشیر دکتر رو جزم تو که اومده از نظر گذراند. جناب قادر پریشان شد. این کارو تو حل کن. خوب ینگه من حل میکنم. مسئله تاریخ رو چیکار کردی؟ ها ببخشید آوردم. سلامت باش باشیر. جناب قادر از این خبردار نشود. فهمو با اجازه شما. باشیر حل میکند جانم. تو خواطر نشو. بیا با ماشینی من رویم. انا تو در کجایی؟
اوزلم اوزلم شد راو راو به مقهوه بیار الو ака йигит ман саваш гап зан кинҷи аст ба ёрият эҳтиёҷ дорам як масъала ҳаст бояд ҳал кунем кадом масъала ин аяз ба пои ман мепечад ӯро аз сари роҳам бояд дур кунам چی میخوریم جانان؟ تو انتخاب کن. ماهی اوه این همان است دخترم چقدر زیباست خدا لعنتت کند خوب ایاز این طرفش رو تو فکر کن اوزلم سلام سباش فرمایشتون زود آماده می شود بله اکنون بگو پدرت رو چخیل ترک کردی؟ استعفا دادم آخر چخیل؟ در حقیقت استعفا دادی؟ یگان کار جستجو میکنم از پدرم چیزی نمیخواهم یک درهم هم نمیخواهم جانان تو حالا مرا خوب گوش کن ایاز تو گفته هایت رو گفتی من باشم کارهای لازمه رو کردم من بعد در نزد تو میراثخوری جندان هولدینگ نیستم دختری هلدون هم اکنون برابری برای رد کردن من بهانه نداری میدونی ایاز من از آوان کودکیم باری هم آرزو نکردم بغیر از آرزوی مادر و تو چیز دیگر نداشتم مادرم اگر مادرم در اینجا می بود چون این مشکلی ها به سرم نمی اومد مادرم رو باری هم ندیدم اما می دونم که مادرم مرا تنها نمی گذاشت ایاز من با تو در خانه خرابه هم زندگی میکنم هر مشکلی رو پس سر میکنم برای عذاب کشیدن آماده‌ام گرسنه نمیمونم اما به تو نمیتوانم دختر جانم با تو چی کار کردن چی خیلی به تو رنج دادن جانان تمام دیگر غمگین نشو برخیز میرویم با کجا؟ به شرکت تو را از پدرت خواستگاری میکنم در حقیقت؟ بله میبینیم که چقدر راضی نمیشن دختر رو با اون بدبخت میدهی هیچگاه سبش هیچگاه اون بدبخت به مرتبه ایمو برابر شدن نمیتواند او لایق جانان نیست جانان رو من راضی میکنم بعدن با توی پر دبدبه دامادی ما خواهی شد خب اما این کارا چه خیل میکنیم
جانان رو راضی کردن کاری من است. تو دختر رو میخواهی یا نمیخواهی؟ همینش رو بگو. فرما، هرچی خواهید اجرا میکنم. انا همین خیل سواش طریق کنی به دامادمان از نفس سلام ده. دامادی من شیر بچه است. با من مانند است. دختری نازم. بیا ایاز، بیا. جانان دخترم، اگر خواهید اومده اینجا شینید. نه برایم همین خیلی خوب است. میلش. ایاز، کاری بخیر است یا کاری عاشقی؟ بله، برای صحبت کردن آمدم. یعنی شاید کمی یک باره شد، اما میدانید من کسی ندارم. این چگونه سخن است پسرم؟ نمیبینی که من تو را پسرم میگویم؟ من هم به مانند پدرت هستم. به این هم من همیشه همین طور میدانم. جانان و تو را اصلا جدا نکردم. آیله دار شوی هر دوی شما را ببینم به ارمان به این دنیا پدرود میگویم. من گمان کردم که شما خفه میشید. آیا این کار جای خفه شدن دارد؟ کنی بگو که آن دختر خوشبخت کیست؟ جانان؟ چی؟ مادر شما چگونه عجایبید؟ یک گفته‌تان با گفته دیگرتون مانندی ندارد. چیکار میکنید نفهمیدم. طریق جان، آیا تو فکر میکنی که زنها رو با آسانی میفهمی؟ مشتری رو سراسیمه کرده نرخ دختر رو برداشتهش دادم. تو دخالت نکن، من خودم حل میکنم. چه خیلی حل میکنید؟ در وقتش پدرت رو چطور راضی کرده باشه همان طور حل میکنم. با گردنی جانان چنان رشته رو میپیچانم که با مانندی گوسفندهای باغچه رشته رو کدام طرف کشی همان طرف حرکت میکنم. ایاز پسرم، میدانم که جانان برای تو جانش را میدهد. آیا برای دخترم از تو خوبترش را پیدا میکرده باشم؟ نمیدانم، اما این کار طرفی نشدن را نیز دارد. چرا گفتن نپرس، من خودم میگویم. من به بلای گرفتار شدم که با نقل کردن تمام کرده نمیتوانم. گوش کن هلدون، اگر کلیش دهن یگان چیز را طلب کند و گرفتن نتواند، جان شخصی سبب شده را میگیرد. تو این را بسیار خوب میدانی. دخترت با پسرم سوش آیله دار میشوند. هنه اگر در میان عشق و محبت هست گویی، آن شخصی نادرکاران نیست میکنم. با همین سلاح قسم میخورم. اکنون انتخاب کن که دخترت لباس عروسی میپوشد یا اینکه کفن. با یک قرار بیا. این همان بلا است که در درونش درایی جانت به قدر خواهد شد. بغیر از جان خود دیگر با همه چیز جنگ خواهی کرد. اگر جانان را ذره دوست داشته باشی، مرا گوش کن و از این کار دست کش. اگر ذره جانان را دوست داری، از این دست کش. نه، من این را نمیتوانم. ایاز، پسرم، اکنون مرا با دقت گوش کن. به من نگاه کن. این پسر به اخلاق رو گرفته از خونه دفشان.
کلیج سواش بیاید میرم. جانان تا لحظه مرگ تو را میخواهم. خواهی راضی شو نخواهی نشو. برای من عموما فرق ندارد. برو ایاز زودتر. طریق برخیز. به نزد پدرت میرویم تا که مرا با کارگرها شناس کند. آنها خانم رئیسه را ببینند. رفته. هی مادر بشینید آخر. به تو برخیز گفتم تنبل. خانم سرپیل همه را در اینجا جمع کنید، گپی بسیار مهم دارم. سرپیل تینجی است؟ جنابی هلدون گفتنی مهم داشته است. جنابی سواش را نیز جر زد. چی میگفته باشد؟ رفتیم از خبری خوش نمونیم. رفتیم. الو جنابی سواش. چی؟ جنابی هلدون سخنی مهم داشته است. خواهش کرد که همه جمع شوند. خب حاضر میآیم. اون چیزی مهم چی باشد؟ یا اینکه زن می شود. البته تو انتظار شو. بیا جانم. عجبا چی میگفته باشی؟ تو هم در همین جایی. بسیار خوب، تو هم باید شنوی. سواش بیا. رفیقان، همه تون ایاز رو میدونید. این شرکت از او منتدار است. اگر امروز به این زینه آمده باشیم با حصه های گذاشته او است. همین را بدانید که اگر طریق به من هر کی باشد ایاز هم همان است. من بعد ایاز پسری من است. خدا را شکر. حالا به شما یک چیز رو میگویم که بسیار خرسند میشوید. از این به بعد ایاز در این شرکت جانشین من میباشد. هنگام نبودن من در مجلس اداروی وظیفه جانشین را به عهده میگیرد. این از کجا پیدا شد؟ مادر پدرم چه میگوید؟